همین دلار امروز دلار هم میدانیم همه ما و شما که در روی دنیا دوره‌های شوروی در پول سوویتی از همه به آبرو بود. امروز در دنیا پول به آبرو گوییم دلار است. در همین دلار چی نویسانده شده است؟ دولت امریکا، دولتی که امروز گویم پیشرفتش از همه دولت ها گذشته است، تمام تکنیک های روی دنیا را کشفیات دارد، دولتی پیشرفته، اقتصادش با قوت در تمام دنیا امروز راهبر است. همین پول دلار در پس نویسندگی است این گاد وی توریست. این در می شود گادش خداست، وی شکل مایان است در انگلیسی. مایان در وجود خدا باوری داریم. در پشت دلار کلان کلان نویسنده شده.